شب خوابیدین عادت دارین لای پنجره رو با بذارین. الان دیگه زمستون سرده، نصف شب بلند میشین میبینین پتو رفته عقب، یه کوچولو اینجا بیرون یخ کرده. بعد پتو رو که میکشین رو کیف نمیده؟ یه چای خوردن کیف میده. دیر رسیدین از پلا دوتا یکی میدویم میاییم بالا. این برای خیلی آرزوه، همه نمیتونن این کارو بکنن. این شگفت انگیزه این کار. اینو توی محدوده سنی میشه انجام داد، بعد دیگه نمیشه، آرزو میشه دیگه نمیتونی اون کارو انجام بدی. طرف ریه‌اش آب آورده نمیتونه نفس بکشه، نشسته میخوابه، 6 ماه نشسته میخوابه، میگه من همه زندگیمو میدم بتونم یه دقیقه مثل تو دراز بکشم. برو فقط سجده شکر کن که میتونی دراز بکشی بخوابی. دراز بکشه خفه میشه، نمیتونه دراز بکشه. پاهاش همه زخم شده انقدر نشسته، ریه‌هاش 2/3 آب آورده، تشنشه، یه لیوان آب که میخواد یه ربع طول میکشه بگه آب بده تا بخواد بگه آب بده. بعد میگه نفسو کوتاهه، یکم نفسو بلند بکشه درد میپیچه تو قفسه سینه، ریه پس میفته. ما الان میگیم دم بگیرید، دم میگیرید، تخلیه. میبینید زیبایی زیاده، شگفت انگیزه، تجربه شگفت انگیزه. سجده شکر دائم لازم داره. روح‌های زیادی هستن که تو صفن، میخواد بیاد شکر رو تجربه کنه، بدن تجربه کنه، از آش بخوره، بدوه، تجربه یک هماغوشی لذت بخش رو داشته باشه، میخواد نفس بکشه، میخواد آسمون به پرنده ببینه.